شاید تا حالا براتون پیش اومده باشه موقع زدن لاکژل به پوست اطراف ناخن برخورد بکنه یا موقع کاور ریشه توی جیب ناخن بره و کارتون رو خراب بکنه. بیا تا یه روشی رو بهت بگم تا به راحتی بتونی تمیزش بکنی. برای انجام این کار به یک پوشر چوبی احتیاج دارید، یه مقدار پنبه و استون. یه مقدار از پنبه رو جدا کن، قسمت تیز پوشر رو با استون مرطوب کن و شروع کن به پیچیدن پنبه دور پوشر. اگر قسمتی از پنبه اضافه اومد میتونی اون رو کات کنی. پوشر رو دوباره با استون مرطوب کن و این کار رو یک بار دیگه تکرار کن. توی این مرحله شروع کن به پاک کردن لاکژل از روی پوست. پوشر رو توی استون بزن تا پنبه کاملا مرطوب بشه. پوشر رو به حالت چرخشی روی پوست حرکت بده تا به راحتی لاکژل از روی پوست پاک بشه. با قسمت تیز پوشر میتونید جیب ناخن رو هم کاملا تمیز کنید. اگر خواستید میتونید پنبه رو عوض بکنید، پنبه قبلی رو از روی پوشر جدا کنید و یک پنبه جدید رو طبق مراحل قبلی روی پوشر قرار بدید و همون مراحل رو دوباره تکرار کنید تا لاکژل از روی پوست پاک بشه و جیب ناخن کاملا تمیز بشه. برای تمیز کردن قسمت ریشه با دستتون پوست رو عقب بزنید و با قسمت تیز پوشر شروع کنید به تمیز کردن جیب ناخن. بعد از اینکه لاکژل رو به خوبی از روی پوست پاک کردید شروع کنید به ترمیم لاکژل. قسمت ریشه و تمام قسمت‌های ناخن رو لاکژل بزنید و بره یووی تا کاملا خشک بشه. این هم از پایان کار. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم روشن کنید تا از آپدیت ها مطلع بشید.